روی کمر بخوابین. مهمترین حرکت که میتونین انجامش بدین اسمش هست کشش سر تا سری. اگه کمر و شونه‌هاتون مشکلی ندارن دستاتون رو بالا نگه دارین. باید به کمرتون قوس بدین. قوس کمر، پاتون رو به بیرون کش بدین. پاها صاف باشه و انگشتای پاتون رو به بیرون بکشید. زانوی چپتون رو توی سینه‌تون نگه دارین و بعد میچرخیم و میریم به حالت کشش کامل کمر. اولین حرکت چرخشیمونه. کاری که باید بکنید اینه که پایین تنتون رو بچرخونید. از کمر میانی برای چرخش استفاده کنید. بعد بذارید سر و شانه هاتون همراه با بدنتون بچرخن. حتی میتونید سرتون رو روی دستاتون بذارید. حالا دست پشتی رو بذارید روی لگن خاصره و بالا تنتون رو خلاف جهت بچرخونید. لازمه که چند تا کشش کوتاه‌تر هم انجام بدیم. حالا زانواتون رو خم کنید. کشش بعدی که انجام میدیم قسمت پایینی کمر رو کش میده و لگن خاصره رو محکم میکنه. پس یه نگاه به قسمت پایینی کمرم بندازین ببینین چیکار میکنم. منقبض میکنم، میکشم داخل و به قسمت پایین کمرم کش میدم. بعدی یه پله. پس با این کار دارید عضلات خم کننده ی لگن رو کشش میدید. پس اگه میتونید توی عضلات خم کنندتون حس کنید که حرکت انقباضی و حرکت پل داره در قسمت جلویی باسنتون کشش ایجاد میکنه، در این صورت کاملا دارین حرکت رو درست انجام میدیم. اینه که این حرکات تغییر پذیرن. حرکات تغییر پذیر بی خطرن. بدنتون در حال حرکته. حس خوبی داره. مهم نیست اگه همسترینگتون کوتاهه. چیزی که واقعا مهمه اینه که یک پارچگی بدنی داشته باشین. بکشید بالا نگه دارید تا حرکت پتکی رو انجام بدید. حرکت پتک، انقباض رو حفظ کنید. از عضله ران برای کمک استفاده کنید. پتک بزنید. 5 4 3 2. حالا پای راست رو روی پای چپ بندازین و به بیرون فشارش بدین. الان دارید حرکت فیگور 4 رو انجام میدین. این حرکت مهمیه. میتونید کشش رو در بخش خارجی باسن حس کنید. اگه میتونید نزدیک بشین و یا مچ پاتون رو بگیرین. یکم به استخوان ران نیرو وارد کنید و میتونید به حفره لگن فشار وارد کنید. من دوست دارم که به بالا خم بشم و به باسنم کشش خوبی رو وارد کنم. گمون کنم که این حرکت خیلی بهتون حال بده. بعد میتونید پاتون رو بذارید زمین. اسمش هست پاندول. نحوه انجامش هم اینه که بیایید پایین و از قسمت میانی کمرتون بچرخید و دستتون رو به بالا و یک طرف حرکت بدید و بعدش بچرخید و برگردید. پس شد میایید پایین و همراه گردن و شانه ها به بیرون میچرخید، کامل کش میایید و بعد میایید پایین و جمع میشید. حالا وقتی رو به بیرون میچرخید قسمت بالایی کمر، گردن، قسمت بالایی و میانی کمر کاملا کش میان تا جایی که ممکنه تا ته انگشتاتون کش بیاید. الان میخوام به دوربین پشت کنم. پشت به دوربین تا بتونید حرکت پاندول رو ببینید. پس دستتون رو بیارید پایین، به بیرون بچرخید. بخش وسطی، بالایی، گردن و شانه ها کاملا کش میان و بعد کاملا باز بشید. نفس عمیق و بعد بدنتون رو جمع کنید. حرکت رایج حرکت گربه هست. کاری که باید بکنید اینه که قسمت وسطی کمرتون رو خم کنید. این بخش توراسیک ستون فقراته. پس میخوایم به قسمت میانی کمر رو خم کنیم و یه شکل خمیده درست کنیم. نباید سر و دنبالچه رو بدیم پایین، بلکه باید کمر رو با استفاده از عضلات شکم خم کنید. اینطوری بخش وسطی کمرتون بلندترین نقطه در حرکت گربه هست که اسمش حرکت مار زنگیه. آره. پس همزمان با انقباض کمرتون رو در بخش وسطی بچرخونید. دست جلویی رو بالا بذارید و دست پشتی رو عقب. بعدش با حفظ کشش در کمر بدن رو بچرخونید. این یه ترکیب قوی از حرکات ستون فقراته. حالا بکشین عقب. باسنتون رو به عقب به سمت پاشنتون بکشید و کمرتون رو کشش بدید. و آخرین حرکت، کمرتون رو خم کنید. کمرتون رو به همین حالت خمیده نگه دارید و به حالت ببر قوس کرده برید. اول روی پنجه هاتون فشار بیارید. حالا با فشار آوردن به کمر بپیچید. به یه سمت بچرخید و بعد به سمت دیگه بچرخید. چرخش. حالا اونور.
other side.